که باعثی مهمون هستند و دسته هولبوک با لباسای سرخ هنرنمایی خواهد کرد. خودشون با لباسای سفید بازی میکنند و دسته هولبوک با لباسای سرخ. و در آغاز گزارش بیا توجه میکنیم پس پرتاب یوارس که با جریمه‌گاه دسته هولبوک وضعیت خوبی گلزنی ولی ضربه همراه توجه میکنیم. ضربه عمر شریفов و چگونه وضعیت برای وحش پرتاب تویوتا آقایزاده فتولایف و گل دوستان ارجمند دقیقه 72 رقابت و این فتولایف بود که چگونه از مسافه دور و واقعا هم مهارت تجربه حالا باعث شد که فتولایف یک گل زیبا را بعد در این دروازه دسته هولبوک روان کند. دروازه‌بان این دفعه نتوانست این ضربه را برگرداند. از یک امکانیت بازیگران تیم وحش استفاده کردند. حالا پرتاب جانب دروازه وحش و اینجا دروازه‌بان هم به پیش برآمده بود. فتولایف بیلونک پرتاب جریمه‌گاه و گل دوم اینک در دقیقه 76 زده می شود. کنستانتین چرنی وقتی اساسی بازی باقی مانده است. عمر شریفov و اینجا ضربه جانبی دروازه بود. آدم کوواچ این وضعیت رو رفع کرد. عمر شریفov ضربه او و تو بالاتر و صدای اشتراکی دوباره از فرجام این بازی درک میدید. تیم وحش در سفر